داستان امروز غول حشری. غولی بود در سرمایی خیلی جانگداز زندگی میکرد. روزی در غارش با خودش فکر میکرد و میگفت آقا ما که این همه سال همش داریم زجر میکشیم فلان، هی برو بیا اینو اونجوری کن اونو اونجوری کن، از مردم دهکده محافظت بکن، چرا یکی رو نریم تو غارمون یه حالی به خودمون بدیم؟ ما خسته شدیم، ما هم دل داریم، ما هم غولیم دیگه، ما هم بالاخره دیگه باید یه کارا یه جایی. خلاصه این فکر به ذهن این غول خطور میکنه، میاد که این کارو پیاده سازی بکنه. خب بچه‌ها، آقا غوله رسید به شهر، الان دنبال یک انسانی که کارش را بندازه. بچه‌ها این داستانا برای مثبت 18، شما کسی که بچه زیر 18 هم همین الان ویدیو رو ببندن و برن سراغ درسش. این ویدیو مختص 18 سال بالاست، چون داریم یک غولی رو نشون میدیم که شاید به جوانای الانمون خیلی نزدیک باشه. خب بریم. آره بچه‌ها، رفت تو شهر رو الان دنبال کیس مورد نظرش. هی اینا آدما رد میشن، هی چشش بکنه اینو اونه، هی چشش بکنه ببینه کدوم بهتره کدوم بهتر نیست، و در آخر کیسی رو ببینی که مد نظرش. اما اون کی؟ خواهیم دقیقا همین الان ببینیمش. کیس مورد نظر آقا غوله، این بیزنسمن سیاه‌پوست. وقتی که این بیزنسمن در حال رد شدن بود، یهو غوله شق میکنه و میگه عجب سیاه‌پوستی. خوشش میاد و با هم گپ و گفتی کوتاه انجام میدن و الان میخوایم ببینیم چی به هم میگن. خب پس همین الان ویدیو لایک کن، کانال رو ساب کن، چون کلی از این داستان خفن داره. بریم. آقا غوله میگه که سلام آقای سیاه‌پوست، من از شما خوشم آمده، میتونم شما رو به مهمونی دعوت بکنم؟ و آقای سیاه‌پوست هم جواب میده بله میتونید منو دعوت بکنید. ولی خب بچه‌ها آقای سیاه‌پوست نمیدونه که منظور این آقا غوله از مهمونی چیه. اینجای داستان جالب میشه، ویدیو رو نبندید، کوتاه دیگه ویدیو ببینید. همتون میگم بریم برای قسمت آخر ویدیو. خب بچهای گل، بچهای توی خونه، امیدوارم تا اینجا خوش اومده باشه. و کجا بودیم اگه گفتید؟ آقا غوله آقای سیاه‌پوست رو راضی کرد که بیاد باهاش مهمونی، ولی آقای سیاه‌پوست نمیدونست چرا، یعنی چه مهمونیه. آقا غوله آقا سیاه‌پوست رو میبره منش همون کلبه خیلی زیبا، بهش میگه قار، چون نفهمه نمیفهمه کلبه داره دیگه. آره میگه اینم کلبه من، اگه دوست داری میریم داخلش ترتیب تو بدم. بعد یهو آقای سیاه‌پوست میگه ترتیب تو بدم یعنی چی؟ بعدش یه کار از کار گذشته، چون از شهر کلی دور شده. سیاه‌پوست آقای سیاه‌پوست مقاومت میکنه و متاسفانه بچه‌ها آقا غوله به خواستش میرسه. عجب کنی بچه‌ها، ممنونم که قسمت آقا غوله رو دیدید. امیدوارم که بچه‌ها لایک کنید که من بیشتر بسازه. بچه‌ها این بود داستان ما. آقا غوله گرفت سیاه‌پوست رو. خلاصه آره خودتون میدونید. خداحافظ.